باشد که این حالتی که اینجا در موضوع بر مطرح میگردد اگر به شکل واضح‌تر شنیدن میخواید میتوانید که تماس بگیرید و از محترم دکتر سوال کرده باشید. در آغاز برنامه میخوام از دکتر بپرسم که نوروز این خود چگونه بیماری است تا معلوماتی وسیع‌تر بگیریم در این بابت. درست است، چون که امروز ما در حقیقت یک موضوعی را دست می‌رسانیم که نهایت در جمعیت حاضرت بسیار دیده می شود و یک گروه معینی آدمانی را فرا میگیرد که نه آنها بیمار هستند و نه صحت هستند، یعنی که در حالت سرحدی قرار دارند. ناراحتی های فونکسیونالی معاینه سر را و جنجال هایی که در بین قسم های فعالیت های گوناگون معاینه سر میزنند بیماری نوروز نامیده می شود. و البته این یک حالت ناراحتی هست که آدمان در این یا آن عضوهای خود حس میکنند، ولی چون آن را آموزش میکنند میبینند و تحلیل میکنند معاینه میکنند چیزی جدی در حالت سلامتی خود نمییابند، ولی شکایت هست، ناراحتی ها هستند و چون این آدمان فکر میکنند که یا دکتران آنها رو نفهمیده ایستادن یا که بیماریشون رو نگفته ایستادن یا که از حساب نادانی دکتران یا نارسایی تجهیزات لازمه باشد و باز فکر میکنند که یا بیماری هستند که این بیماری آنها در ناخونک از دکتری نیست و مراجعت میکنند به ساحه های دیگری طب غیر عنعنوی و یک رابطه ناسالمی غیر عاقلانه با عامل‌های دیگری به مانند قباهای بد می‌سازند و حیات خود را مشکل می‌کنند و بعد چند سال یا چند وقت معینی این بیماری فونکشنالی، بیماری که ارگانیکی یعنی در بدن انسان ریشه ندوانده است ولی در فعالیت عضوهای آن جا کرده است، میتواند به بدن وارد شود و ظهورات جسمی کند. تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیز. اگر شما نیز میخواهید این برنامه و سوال خویش رو بفرستید، اصول ها رو اینجا من بار دیگر برای شما خاطر رسان خواهم کرد. 93 404 41 84 90 404 41 84. این چنین رقم های وایبر واتساپ و ایموی ما 939 59 03 25 است. خب با موضوع امروزه که هم مطرح است در برنامه گفتگوی ویژه، این بیماری نوروز است دوستان عزیز، و میتونید که پرسش های خیش رو از وسیله که بلوتر من گفتم بفرستید به عنوان برنامه ما. امیدهای اساسی این بیماری و اینجا شما اگرچه اشاره کردید که این رو هم میشود بیماری گفت هم نگفت، ولی به هر حال همچون رمزن من به این نوروز همچون بیماری گفته به شما مراجعت میکنم. و امیدهای اساسیش چی است که انسان تا به همین سرحد میرسد؟ خیلی خوب قید کردید. این بیماری بیماری گویم اصری نوین است، هرچند در دوره های کهن هم دیده میشد. مثلا یکی از بیماری های که بقرات حکیم میگفت ملانخولیا و اساسگذاری طبی کلاسیکی تاجیک و فارس و شرق ابوعلی ابن سینا هم مالیخولیا گفته این بیماری را درج کرده است و ما حالا اون رو میدونیم همچون یک زیقی، همچون یک روح افتادگی که بعضی آدمان رو فرا میگیری و آنها میگفتن سببش این زیاد بودن زرده سیاه هست که بقرات حکیم میگفت چارنای ژلچ. وقتی که او زیاد میشد در سرشتی گویم آدم سببی ملانخولیا روح افتادگی او میشد و ابوعلی بن سینا هم در این مسئله زیاد شدن مجازی سردی خشک میگفت که انسان میتواند به مالیخولیا گرفتار شود و همین طور ما میدونیم که پس آنتر این بیماری همچون یک ظهوراتی جوابی معاینه سر به آن چیزی که در اطراف انسان شده ایستاده است، یعنی آن مشکلات هایی که در اطراف انسان میشن، آن پرابلم هایی که
انسان مسئولیت هایی که انسان به گردن خود میگیرد و به هر حال پیش آدمان اونقدر بغیر از کسانی که راهبریت یا یگان مسئولیت کاری مهمی داشتن، آدمان یادی بغیر از کار خود دیگر چیزی رو کم دقت میدادن و وقتی که امریکا با ترقی بزرگ در آنجا رشد کرد و زواد و فابریکا و پرواز و کشتی ها و گویم که چیزهای دیگری در زندگی آنها وارد شدن، یکی از آن همون ساحه تیپ یک بیماری نورستنیه و در آنجا 50 شکایت را گفت که نورستنی یعنی مانده شوی عصب، 50 شکایت را گفت که اینها در درون انا همین بیماری هستند ولی چون معاینه میکنی آنها نیستند. شکایت هست، ظهوراتشون هست ولی در معاینه تا هم درست همین در تکنولوژی حاضره دقیق پیدا شده است حالتهای نوروزی رو یافتن ممکن است ولی دقیق کمانوز نکردن، هرچند که بسیار لابراتوری‌های نوزمان میتوانند بعضی الیمنت های آن را یابند. مسئله دیگر این بیماری آهسته آهسته در جاهای ما اون وقتا نبود که این سال 1860 عصر 19 این بیماری را آنها یافتند. آهسته آهسته این آمد و در زمان شوروی هم تکنولوژی ترقی کرد و در شهرهای کلان این چیز دیده میشد و مانند زیخی، روح افتادگی، ترس، هراس، غضب، عصبانی، شکایت از دل، شکایت از مثلا معده و روده ناراحتی های شکم، شکایت از پست و بلندش های فشار، عموما تا حتی بیرون شدن گرمان ها زمان سیکل میشد از مردها که پتنسشان گم میشد یا که مثلا قوت میگرفت. همه این سبب آن شد که دکتران باز عمیق‌تر و دقیق‌تر به این چیز یعنی که وارد شوند و بیماری های گوناگون همون بابای مالیخولیا که ابوالعلا ابن سینا گفت و تا نورستنی که گفتن روزی که در زمان شوروی و اولهای عصر 20 پیدا بود و دپرسی که روح زیقی تا اگریسیا غضب انسان تا فوبیا ترس تا دیگر شکایت های گوناگونی مثلا خفگی و رشک و حسد و حرص و بدبینی و نفرت و زندگی نخواستن و سخت‌ترین بردن شاخه های گوناگونش یافتن. یعنی این یک مانند یک که زنبورک هایی که در بالای مثلا بعضی غذاها پهن میکنن خود رو و پایه ها میدوانند و همین خیلی جامعه را گیر و حالا این یکی از بیماری های مبرمی زمان ما هست، چرا که ما نه با جمعیتی که روبرو شده است با مسئولیت کلان و اطلاعات زیاد بودن در اطراف ما همه در معینه سر آورده است. اگر ما اینا ترجمه کرده یا که قیاس کرده بگوییم که کامپیوتری که حالا ما نگاه داریم اگر همین کامپیوتر اطلاعاتش بسیار شود بعضا محکم میشه تا پریزگروز کنه، یعنی معینه سر انسان ما خیلی لحظه کوچکی میچسبه. اکنون تصور کنید که ولی سبب اساسی نوروزی که شما گفتید که عاملش کدام است، ما عامل های گوناگونش گفتیم، عامل اساسی آن این جنجالی درون معینه که به این یا آن فعالیت جواب میدهند. مثلا نفس انسان، احساس انسان، نفس انسان طلبات های انسان است، احساس انسان تاجیکای ما اینه دل میگویند، دل نه اون دلی که کار میکنه، اون دلی که آدم را معین میکنن، فکرهای انسان، شخصیت انسان، شرایط عائلوی، جای کار او، جمعیت او، طبیعت او، آتش و آب و خاکی که انسان بود و روح او، روان او که در باطن او فعالیت میکنند. انا برای همین این جنجالی که بین اینها می شود نتیجه آن ناراحتی های این یا آن عضو می شود که ما آن را نوروز دل کردی نوروز میگن. مثلا آدم شکایت میکنه ولی دلش درست است، یا که نوروز شکم
ناراحتی های شکم هست ولی همه جای او درست است. نوروز مثلا گوییم که ماندشوی عصب یک چیز رو حل کرده نمیتونه. نوروز استریکی وقتی که مثلا بیماری های سر بر این مانند اپیلپسی بر این میشه ولی اپیلپسی نیست. بیماری های گوییم که فکرهای بیزار کنند جنجالی که در درون سر میشد و عموما همه این نوروز رو آوردن در 4 سمت تقسیم کردن و معین کردن اونی که ما گفتیم اینها را و امروز ما به همین ها روبرو میشیم و تو همین سالهای 2000 ما توابط چنین بیماری ها مشکل بود چون که دکتری نمیشد و مردم میگفتن که این دکتری نیست طبیبی کردن نکن. اکثر آنها در دست طبیبان میزدن و این وقتی فعالیتی کاری بقوت طبیبان شد هم طبیبان روحی و هم طبیبانی که با گیاه و علف سر و کار دارند و حالا خوشبختانه باز وزارت تندرستی و حزب اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان باز یک برنامه‌های ساختی در آن متخصصان خوبی رو تیار کرد و در این سمت هم بیمارانی که با بیماری‌های فونکسیونالی گرفتارند یعنی عضوشان کسل است ولی در آن بیماری جدی نمی‌یابند یا که بیماری‌هایی که بعد بیماری حالا ما بیماری رو قبول کردیم که بعد بیماری جراحی با ماندشوی عصب استنیزاسیا گرفتار شده است و یعنی ماندشوی سیریشت ما تا اون برقرار نکنیم بیچاره جابجا نمیشه یعنی که جراحی درست گذشته است صحت شده است ولی خراب شوی سیریشت عصب بدن و دیگر طرف ها احساساتی رو دیده می شود برای هم اون رو ما همین چنین بیماری رو توبت میکنیم و باز در برابر این فرق نیست که کدام بیماری که در حالت بیماری هست و دیدی روانی به اون ما میکنیم ما میتونیم اونها رو امکانی تبابتی قریب 100% کنیم و ناگفته نماند که امروز این مشکل ترین بیماری هایی که 10 ساله ها مردم میدویدن 10 ساله ها از دکتر به دکتر از طبیب به طبیب میرفتند نه تشخیص میافتند نه تبابت ساز میافتند امروز خوشخبر است به چنین بیماران و چنین کسانی که در عائله خود دارند نزدیکان آنها چنین هستند که بدانند و آگاه باشند که امروز امکانات است که همان مشکلات های آنها دارند برطرف شوند و باز به نظمی زندگی برگردند و از طرف دیگر بیماری نوروز رو این ویرانشوی نظمی فعالیتی معیخوا میگویند. تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیز اینچنین بینندگان گرامی برنامه گفتگوی ویژه اینجا با دکتر کبیرزاده روی موج صدای آسیا به طور مستقیم همین حال ادامه دارد و شما از امکانی پیوستن به برنامه ما دارید اینچنین امکانی ارائه کردن سوالهای خویش را دارید. خب محترم دکتر مسلم است که هر یک بیماری اگر چقدر در سولیسون نگهش بدارد به طبیبان مراجعه نکند کهنه میشود و تابوتش نیز مشکل تر میشود. این یکی از تاکیدهایی هست که پیوسته طبیبان سر بیمارانشون میکنند و من پرسیدنی بدم که اگر همین بیماری نوروز کهنه شود و بیمار شکایت نکند زینه های بعدیش چی میشد؟ امکانی به کدام بیماران به کدام بیماری ها پیوستن دارد و چه عاقبت های میتواند سر صاحبش بیارد؟ درست قید کردید. مثلا کسانی که بیماری نوروز بیماری جنجال درون و کسانی که بعدی تبابت های که داخلی کسلخانه ها یا بیمارخانه ها رفته تبابت میکنن و از آنجا میبرایند همه این در یادشان گیرند که آنها 4 زینه تبابت رو یا 3 رو نگذاشتند. این 3 این برقرار تبابتی روانی هست که روان انسان رو نظم معاینه سر رو مناسبت عصب رو معاینه سر رو به بدن درست میکند جنجال های درون سر رو برهم میزند قوه های معاینه سر رو که نرنیسیل میگویند جابجا میکند و 4 ریابیلیتاسیون یعنی توان بخشی می شود که باز برقرار می شود مناسبت های درونی عائله مناسبت های کاری و مناسبت های او با جمعیت و مناسبت های او با طبیعت. این زینه های بدینه هستند. اگر این زینه ها رو نگذارد بیماری کرونیکی مزمن می شود.
مزمن یعنی که در وجودش هست جا کرده است. هر وقت که عصب سوز شود، ایمونیتت، قوه مسئولیت سوز شود، دیگر حالتهای گوناگونی زندگی افتن، همین بیماری ها خروج میکنن. مثلا ما در برابر میتونیم بگوییم که چندین بیماری هایی هستند که ریشه آنها راز هست. یکی از این بیماری فشار بلندی هست، یکی بیماری فشار پستی هست، بیماری دیگر استخوان‌دروس تا چوره شدن و تا دیگه هرش نمیده خلخاتی، بیماری‌های گوشی، بیماری‌های زنانه، چه بیماری‌های مردانه، تا برده رساندن مثلا از مردان به سوسشوی پتنسیا، قوه با بیماری که خودی درون عصب آهسته آهسته گردش خون ویران شد، گردش آب درست میشه در معده سر، حالت‌های دردهای گوناگون پیدا میشه که یکی از علامت‌های بیماری نوروز مانده‌شوی عصب، نورستنی، این سردرد هست. سردردی که سبب اون از حساب مثلا فعالیت معده سر است. در آنجا که گردش آب نادرست شد، جمع شدن و پیدا شدن کیسته ها می شود. همون کیسته هایی که مردم چی در کودک میگن چی در کلان سالو میشن. چرا در کودک هم میتواند در وقتی تولد که شد شاید از مادرش میماند با او با فشاری درون کاسه‌خانه سر، فشار بلندی گرفتار است و همین سبب ها میشن که این آهسته آهسته میتواند ناراحتی های زیادی بیارد و نگفتن نماند که نوروز در روش کسلی انسان یکی از جاهای نهایت مهم را میگیرد و چون کارش که کرد، بیماری مثلا به فشار بلندی دیگر یعنی که آردنی شد بدن انسان گذشت، نوروز از بین میره. مانده که سربدن زکام میگویند، حرارت میکند، با عرق میکند، چند روز برقرار میشد، سست و ضعیف میشد، از گریپ و زکام آثاری نمیماند، ولی بعد اون یا برانخیت اگه نوچه های شیشا کسل میشد، یا که اتیت گوش کسل میشد، یا اینکه یگان بیماری دیگری گویم که بینی، بیماری دیگر به مانند نیروتاکسیکوز، عصب را زیان رساندن از زهریان. عموما این یک بعضی هجوم به سلامتی تنی انسان، سوماتیکی انسان میرساند که سری وقت توابت کردن اون راحت میارد. بیماری نوروز راحت زندگی را گم میکند، لذت از خواب نمیبرد، لذت از خوردن نمیبرد، لذت از صحبت نمیبرد، لذت از مناسبت نمیبرد، لذت از نفس. عموما نمک زندگی گم میشد، حلاوت زندگی گم میشد. برای همین به آدمان نگاه کنید این خیلی ساز، ولی متاسفانه در باطن مشکلاتی زیاد دارند. ولی ذکر نشوند، ناامید نشوند. امروز خوشخبر است که از این منبر نهایت شریف و بلند ما امروز مردم شریف تاجیکستان و برون از آن و کسانی که سر و کار دارند و وطن ما رفت آمد دارند و کسانی که دوستان آن دوستان وطن ما هستند، امروز بدانند که نوابسته از دانستن زبان، نوابسته از مذهب و دین و دیانت، نوابسته از نقطه نظری جهانبینی میتوانند مراجعت کنند و ما با آنها کمک عملی خود را برسانیم. تشکر میکنیم از شما تشکر. و چیز دیگر، چون اگر چند ده ساله اخیر رو بگیریم، خب با زیاد شدن تکنولوژی، با زیاد شدن همه آن تجهیزات هایی که به انسان کمک رسان هست، همزمان بعضی از بیماری ها نیز زیاد می شوند یا خروج میکنند همین گونه. خب مادامی که این گونه خواستن خود کامپیوتر، تلفن، دیگر تجهیزات هایی که به انسان کمک رسان هستند زیاد می شوند، برای بیماران یا بعضی از بیماری ها کدام عامل های بیرونه هست که باعث می شود که مثلا امورشون بالا برود؟ درست خیلی کردید. یکی از سبب های آن که امروز میگن بعضی ها داد میزنند بیماری ها زیاد شدن، زمانه ویران شده است، گفته نه، چون این نیست. این فقط تکنولوژی حاضره، امکانات های تیپ وسیع شدن. مثلا یک خود MRT
کامپیوتر اکسر رو میکنن، تحلیل های دیگری که با موج میکنن، توموگرافی معاینه سر میکنن. بسیار بیماری ها رو پیدا کرد. مثلا بسیارش پیش میدونستند که هست همون چیز، لیکن جاش یافتن و چی بسیار مشکل بود، گفتگوهای زیاد داشت. ولی ببینید امروز تکنولوژی چیکار کرد. یا که تحلیل بسیاری ها، مثلا حاضر بیماری های زیادی با واسطه تحلیل ها میفهمیم. اون تکنولوژی حاضره چی از اولتراسدا تحلیل میگیم که تشخیص اولتراسدا اوزیه که میگن رنگن های چفروایی که رقمیه که اوزی پیدا شده است. همه این امکانات داد که درست قید کردید که ما امروز بسیاری بیماری ها رو پیدا میکنیم. پیش از نبودن چون حالت سطحی تکنیکی شاید بسیاری آنها پیدا نمیشد و انسان ها میگفتن که ما آرامتریم نسبتا. این یک طرف است. طرف دیگر زیاد شدن اهالی است. سال تا سال اهالی و این خوب است. البته ما در این مسطح خوبی بیاید که روی ابرقدرت شدن البته اهالی باید زیاد باشه. به هر حال ما باید بدونیم که امروز فقط بیماری هایی که وزمینی به معنی سر میارن زیاد شدن. از همین حساب فایز نشانداد بیماری ها زیاد شدنش ممکن است. نباشدن همون بیماری که فشار بلندی یا که دیگر بیماری قند، بیماری استخوان‌دراز، بیماری دیگر سمتایی که ما امروز اونها رو مهم میگوییم، حتی بیماری سرطان هم یکی از سبب‌هاش همین بیماری نوروز است. همه اینها نسبتاً به اون بیماری که امروز 80% آدم بیمار هستند، بیماری های فونکسیونالی هستند. 80% تصور کنید چقدر امکان است که ما کمک رسانیم به چنین آدمان که آنها صحت باشند. فقط 10% انسان آدمان بیمار هستند، 10% صحت است. 10% پر صحت است، یعنی یگان کمبودی نه. 10% کسلی هست که آنها در حقیقت کسلی گوییم که حجتی هستند. 80% دیگر نه صحت است و نه بیمار. یعنی اینها میتوانند کار کنند، روزی کسل هستند، روزی صحت هستند، دارو خورده میرن یا که مشق میکنن یا غذاهای دیگر میخورن که سلامتی خودشان میخوابند. برای همین این بسیار مهم است و در حقیقت آن تمایلی زیاد شدن بیماری ها سبب های خود را دارد و آنها سبب های یعنی که در دایره عقل است. تشکر میکنیم از شما. اکنون اینجا پرسش دیگر است که برای تشخیص یا معاین کردن خوب نوروز از کدام راه از کدام کار گرفته می شود، یا همگی توسط صحبت این بیماری معاین کرده می شود یا حداقل شبهه کرده می شود که چون این بیماری هست، یا کدام یک نوع تشخیص معاین دارد؟ این خیلی مقاید کردیم تشخیص معین ندارد. ولی ما اگر بینیم در بعضی تشخیص هایی که الکتروکاردیوگرام، انسفالوگرام که اوزی بس ما اندکی تمایل میلی راحت بودن این عضوها رو میتوانیم دید. فقط میل یعنی کی میگه که خیلی اندک حتی دکتر چیز مهم بدن که صحبت با بیماشتی و دیکان صحبت کردن. این مشاهده بعضی چیزهایی هستند که از معیار بیرون هستند و البته ما مهمترین آن تشخیصی که در همین دوره میکنیم این تشخیص از پرسیدن خوابهای او است که با او چی اطلاعات میتید، اطلاعات خوبه. چیز دیگری مثلا بسیار آب نوروز میشن، نظمی آنها گم میشن. مثلا شب روز خواب میرون، شب خواب نمیکنن. اشتها پیشین یا که سحر بامداد یا که در شام خوری پیدا نمیشد و شب پیدا میشد، یعنی که نظمش کنده میشد. ما میبینیم که مشاهده میکنیم میبینیم که
آن حاصلناکی کار و فعالیت او کم شده است. حاصلناکیش از آن مسئولیت هایی که پیش داشت آنها رو نمیتواند به دوش خود گیرد. ما میبینیم که حالت های جنجالی، کانفلیکتی در زندگی او بیشتر دیده می شود. انا همین ها همه این یک خلاصه ای رو کردن ممکن است که مثلا تکنولوژی حاضره این رو چی متاسفانه کردن نمیتواند. و البته باز چیزهای دیگری هستند که در روش کاری ما آنها رو می‌آموزیم، می‌بینیم و در بیماری نوروزی ما همه وقت عاملی را می‌کوبیم که سبب انگیزه او شده است. مثلا یگان جنجال سخت، یگان واقعه ناخوش، یگان بیماری سختی گذراندن، یک کارهای صدمه می‌شدن. در این وقتی ما این عامل پیدا کردیم و می‌بینیم که در حقیقت سبب آن شده است که معاینه او رو ناراحت کنند. و باز البته پرسش های پسیخوانالیتیکی هستند، تحلیل های روانی هستند، تست های گوناگون هستند که ما این چیز رو باز خوبتر معاین میکنیم. تشکر میکنیم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خاطر رسانی میشویم که برنامه گفتگوی ویژه است روی موج صدای اوسیو از طریق رادیو صدای اوسیو همین حالا شما میشنوید. این چنین شکل تلویزیونی برنامه ما را شما امکان دارید که روزهای جمعه و یکشنبه، شام جمعه و یکشنبه ساعت 20 بیننده باشید از طریق تلویزیون ریگا. حالا ما در موضوع کانفلیکت داخل انسان یا بیماری نوروز با دکتر کبیر زاده متخصص طب شرق و روانشفا صحبت داریم. اگر شما در این بابت پرسش دارید میتونید از اصول هایی که اینجا برای شما گفته میشد تماس بگیرید. 93 404 41 84 94 404 41 84 این چنین رقم های وایبر واتساپ و ایمو 939 59 03 25 است. خب محترم دکتر، همینجا همه خواستم بپرسم که این بیماری آیا در کودکان نیز دیده می شود و اگر ها عامل هایش چی است؟ به خاطر که از نشانه هایی که شما گفتید بعضا در کودکان نیز دیده می شود. البته کودکان هم جزوی از طبیعت انسان آدمان از زینه اولی انکشاف آدمان هستند و از جمعیت ما و از طبیعت ما هستند. برای آنها به اثر بودن نمیتوانند. در کودکان نوروز ظهور میکند با شکل‌های گوناگون. از آن جمله تازه نوروز کودکی هست. ما بعضا میبینیم که با کودکای خود شب خواب نمیرن، روز خواب میروند. خوابشان نظمشان ویران میشود، دیگدان میگیرن، خیلی که مردم میگوین. یکی از اون چیز دیگری که ما در کودکان میبینیم این به شکلی پیشاب کنی شب، انوریز، نتوانستن نگاه داشتن پیشاب در شب میزی، این هم از نوروز هست. دیگری کودکان است این لکنک است، لکنکی که کودکان میشوند. نوروز دیگری با اوتیزم دارد. اوتیزم یعنی به خود در آمدن کودک و مشکل مطابق شدن کودک با جهان بیرونه که سبب های که آن می شود که زندگی همون کودک کلان می شود خیلی مشکل می شود. در دولت های خارجه این روز رو قید می کنند و به چنین کودکان توجه زیاد دارند و این هم از همین بیماری نوروزی هست که ما می بینیم. و نگفتن ماند که باز گوناگون حالت هایی هستند که کودکان میشن و این هست همون سببی نوروزی که در عالم کودک میشود. و حالا ما میتونیم که مثلا در اینترنت در آیند در گوگل و اونجا بیکوان میبینن که نوروزهای گوناگون است. ما نمیخواهیم که اطلاعاتی ما که گوگلی شود، اینترنتی شود که مردم خودش آزاد میدونن. ما چیزها رو میگیم که در جمعیت ما هست و خوشخبر است به همه این بیننده و شنونده گرامی که امروز نوروزی عالم کودک هم سر کرده. از آن ویرانشوی خوابی که کودکان دیگدان میگیرن، خواب سرک میشوند و تا اون که لکنکی زبان و تا شب میزی انوریز و تا حالتهای دیگری نوروزی که در کودکان میشد، اینا هم خوشبختانه امروز توبت شونده هستند
و سری وقت مراجعت کردن یکی از اون سبب‌های میشه که خوبتر و نخستر تبابت میشود. خب تشکر از شما. یعنی این سوال رو محض به کدام خاطر من اینجا گفتم برای شما. یک زمان من شاهد بودم که یک مادر با دو فرزندش نزد کدام یک نفر میرفت مراجعت میکرد برای طبابت غیر انعنوی و اون هم شکایتش از روی همون شب پیشاب کردن فرزندانش بود و اون نفر نیز خیلی هم انسانی خوب که بود گفت سر اول باید به طبیب به دکتر مراجعت کنید. اون نفر گفت 3 مرتبه شد میروم کدام یک طبابت می نویسند شفا نشد، بعدا مجبور شدم که به طب غیر رسمی و کدام یک همون طبیبانی که خلقی هستند به اونها مراجعت کرد. از همین خاطر یعنی از اینجا فهمیده میشد که حتمی است این مشکلات هایی که کودکان دارند حتمی است که باید مراجعت بکنند و یافت میشود طبیب و دکتری که برای اونها یعنی که کمک بکند. برای که زیاده شاید فکر میکنند که این شاید قسمی از طبابت دکتری نیست یا شاید فکر میکنند که کلانتر شاید از بین میرود همین گونه که متاسفانه بعضا دیده میشود که بعضی نفران خیلی هم بزرگ میشن همون از بیماری که ارتباطش به بیماری هست از بین رفته نمیتواند. حتی شنیده بودم 14 ساله 13 ساله دیگر باز هم همون فعل های کودکانه در اونها ماند. خب به هر حال من اینجا می‌نگرم که نفر میگه همیشه در خوابم بسیار گپ میزنم، این چنین با هر کس در خوابم جنجال میکنم، این چی خاصیت دارد؟ آیا این نیز به بیماری نوروز تعلق دارد یا نه؟ نخواستم از اون زینه اول سر کنم و پس اونتر به این خوب جواب دهم. با اون حالتی که اول گفتید در حقیقت تیپ دو سمت دارد، یکی سمت سوماتیک بدن و یکی سمت روانی پسیخیکی و متاسفانه سالهای زمان شوروی که عموما دولت شوروی دولتی ایدئولوژی ماتریالیستی رو پیش می برد، یعنی مادیات رو اول می گذاشت، برای اونقدر دقت به روان انسان نمی دادن، اونقدر دقت نمی دادن که می گفت شرایط است از اون که بدن درست باشد، بدن که درست شد здоровом теле здоровый дух می گفتن. انا کو تصور کنید که این سبب یان شد که کم به همین تیبی روانی دقت می دادن و این تیبی روانی رو بیشتر به کسانی واگذاشتند که طبی مخصوص خود را نداشتند، مثلا طبیبان و همون شکلی فرمتی پیشینه ای به دهان یا که بعضی کتاب های کلاسیکی را خواندن و این سبب شد که بسیار کسان از این مشکلی میکشیدن، ولی بعضی چیزهای آرام کننده بعضی چیزهای داشت که تاثیر مثبت به آنها میرساند و خیلی هم سبب زنده ماندن انا همه تیپ شده بود. اکنون تصور کنید که این را سالهای 80 اولهای 90 سیستم تیپ درک کرده بود که یک کمبودی هست که آن را پر کردن در کار. برای همین ما برای این متخصصان رو تیار کردن و وقتی که ما متخصصان در این سمت تیار شدیم ما چند زینه دیگر رو هم گرفتیم و آن رو علمی کناندیم. حتی طبیبانی که فعالیت میکردن آنها رو به یک سیستم در آورده، آنها رو آموزش داده، تیبی کلاسیکی کرده، این تیبی خلقی رو مثلا یک از روی نقطه نظر علمی جانک نمودیم. انا کو میبینیم به اون خلاصه ای که چی میشود که آنها مراجعت میکنند. آدم پیش از آن که بیماری بدنی شود یا که به یک صدمه یا یک مشکلاتی بیماری های انفکسیونی گرفتار شود که بدنش بیمار شود، ولی وقتی که بیماری تا آمدن بدن زینه ها رو میگذارد کم این رو دقت میدادن. مثلا یکی از این بیماری های است، ایموشنال بالیزنی، ترس و هراس و زخی و خفا و کینه و نفرت و غضب و رشک و اینا بیماری های احساسی هستند. اینها با کی مراجعت میکردن؟ اینها بیماری بودن که در تیب آنها رو کمک کردن نمیتوانستن. اگر از حد میگذاشت به پسیخیاتری مراجعت میکردن. بیماری فکری
اینتלקtual نیمبالیزم اینها چیکار کنن؟ بیماری های پیش نظر، فروست، بیماری های اجتماعی، بیکاری، جنجال، یعنی حالتی که قسمت ما میدارن ولی متخصصان مخصوص در این سمت نبودن که کار کنن. برای هم به طب غیر انعنوی مراجعت میکردن که امروز طب غیر انعنوی هم در تاجیکستان ما به تنظیم در آورده شده است و زیر نظارت هست و امکانات خوبی است که کمک رسانند و خود همون طبیبان رو هم متخصص کنند. مزید نیستیم که آنها کار نکنند، فعالیت کنند ولی سطح دانش خود را بلند بردارند، آموزش کنند. سطح این یک مسئله است. مسئله دوم، مسئله که مسئله خواب، وقتی که انسان ناراحتی های احساسی، جنجال ها دارد، مشکلی های مناسبتی دارد، خوابش ویران می شود، در خوابش هم جنگ می کند. درون انسان، باطن انسان، این انعکاسی آن حادثه و واقعهایی که با او شده ایستادند. برای این سری وقت آن مسئله ها رو بیند، بخشد، درست کند، مناسبت ها را، جنجال های بیرون را، چی باطنی باشند چی ظاهری باشند، و برای خواب رفتن تیار بیند و مخصوص مشق‌های روانی ما رو یاد گیرد. آن وقت حتی خواب رو میتواند که زکس کند، یعنی که طلب کند. خب تشکر میکنیم از شما. و همینجا نفر دیگر پرسش دارد. من هم زبان بیابم یا معاشرت درست برقرار بکنم با خانوادم، حتی با دوستانم. خب یعنی مناسبت خیلی خراب دارم میگید با محیط. و آیا این حالت من به بیماری که شما اینجا صحبت دارید علاقه دارد یا نه؟ یکی از ظهورات‌های سمتی مشکلی نوروز، جنجال‌های باطنی درون شخصی، این ویران شدن مناسبت است که مخصوص روانشناسی طبی رفتاری و ویدنس که پسیکولوژی این را می‌آموزد. مشکل شدن مناسبت ها این البته سبب ها دارد و البته همون سبب ها رو یافته برطرف کردن، این درست شدن مناسبت میشد. ولی بعضا میشه انسان هم این مناسبت ها درست نمیشن، چون که بعضی مناسبت ها ویرانی، بعضی مناسبت ها تقدیری هست. یعنی که هیچ که بعضی انسان ها طبیعتی آنها، تقدیری آنها، من به دیگر راست نمیگم، چون که عالم اطراف ما در اساس قانونیت یگانگی و قواهای به هم زید عمل میکنند. یعنی دشمناگی متاسفانه همه وقت در جمعیت آدمان هست. ولی اگر مراجعت کند شد آن چیزهایی که از دست متخصص میبینند، شاید کمک کند که زندگی دیگرتر شود، خوبتر شود، جنجال ها برهم خورند و این هم بیماری نوروزی اجتماعی هست. تشکر میکنیم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خود رسول میشویم که برنامه گفتگوی ویژه است روی موج صدای اوسیو که همین حالا شما به طور مستقیم از رادیو صدای اوسیو میشنوید و خود رسول میشویم که هر چهارشنبه این موضوع با موضوع و داغ با دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا برگزار می شود و شما امکانیت دارید که در موضوعاتی که شما فکر میکنید و از دید شما اون موضوع مبرم و داغ است، میتوانید که با اصول هایی که اینجا من برای شما خواهم گفت دوامی هفته نیز بفرستید. حتما در هفته آینده در نوبت خواهیم گذاشت. اصول هایی که شما رو با ما میپیوندد 93 404 41 84 90 404 41 84. این چنین رقم های وایبر واتساپ و ایمو 59 03 25 است. خب محترم دکتر، اینجا نفر شاید فکر کنم از موضوع شاید تا حد دکتر هم باشد، میگید سلام با کارمندان صدای اوسیو و با مهمون شما، این چنین مهمون شما رو خوش آمدید میگیم. کودکانی هستند که نمون فشار بلندی، کاسخونه سر دارند. لطفا یک معلومات میدادید که این از روی چی میشود این بیماری؟ درست، بسیار چیزی معمولا حتی که اصطلاحش قبول کردن و چریپنای میگوین، میگن که کودک چریپنای دارد.
البته این نیست که بگوییم به زبان روسی است، ولی به هر حال معلوم است که مردم چی را در نظر دارند. یکی از سبب‌هایی که چون کودکان چون میشن این ناراحتی‌های نوروزی خود مادر بوده میتواند. وقتی مادر ناراحت هست، عصب‌هاش ناراحت هستند، داروهای گرمان‌های گوناگون آدرنالین حاصل میشن و آنها به خون پرتافته میشن و کودک هم از آنها استعمال میکند و سبب تنگ شدن رگ‌های سری او میشد، ناراحت گردش خونی او میشد. هنگامی که در در بطن هست البته. و چیز دیگر این غذاهای میخورن، مثلا استعمال مشروبات، کشیدن تماکو، چیزهای زهرناک، خوراک‌هایی که پسیفت هستند، این هم میتواند سبب شود. این میتواند بیماری های سیرایتی انفکسیونی خود مادر باشد که با کودک زیانشان را رسانند. طرف دیگر این تاکسیکوزهای سختی که مادران میشوند، تاکسیکوزهایی که هنگام حامله داری میشن و این میتواند کودک و در وقت تولد شد وقت ضربی معنی سرد ردوای تراما که عموما در وقتی تولد مشکلات استرافی دختران خطا میشد. زنها میتوانند سخن کاسی آنها خورد باشد، سبب فشار شود، نادرست بودن کودک در بطن شود. همه این سببش آهسته آهسته به آن میارد که فشار کاسه‌خانه سر میشن، یا بعضی کودکان در گرد گردنشان همون که نافی کودک میپیچد، بعضیشون دیرتر تولد میشن. همه این تاثیر میرساند. وقتی تولد میشود نفس گیریش قین‌تر میشود اگر کودک مثلا مشکلات ها داشته باشد. اندکی دیرتر نفس گیرد، نارسایی هوا در سر او دیده میشود و این میتواند سبب فشار کاسه‌خانه درون سر کودک شد. میتواند کودکان هنگام نگاه و بین کودکان خود را بیافتانند، مامودای ها مشکلی کنند. میتواند که بعضا شمال خورد و یکان سرعت بیند. همه این سبب اون میشد که فشار کاسه‌خانه درون سر کودک میشد. آیله ویران و مشکل هم میتواند تاثیر رساند در وقت انکشاف کودک. خوشگوناگونیم الله خبری خوش به آنها بدیم که امروز خوشبختانه قسم زیادی چنین کودکانی که مراجعت میکنند توابت شونده هستند. انشاءالله و در آینده مراجعت آنها سبب این میشد که کودکان راحت تر میشن، چون که این کودکانی که فشار کاسه‌خانه سر دارن اینها کلان میشوند با بیماری های فشار بلندی. اینها نامزد هستند، اقتداری همون بیماری شدن دارند، پتانسیلی بیماری های پتانسیلی هستند که میتوانند در کلان شوند با سردرد و بیماری های فشار بلندی. و از همه مشکل است که این کودکان با پسیخوپاتی گرفتار میشن. پسیخوپاتی تربیت نمیگیرد، تربیت کردن او خیلی قین است، مشکل است. گپ نمیگیرد، درس نمیخواند، بیقرار است، همه را میشکند، دائم مشکلی میکند، دائم پرابلم ها میکند. برای همین سری وقت مراجعت کردن تقدیر کودک رو حتی که میتواند مثبت گرداند خدا خواهد و کمک عملی خود را رساند. خب تشکر از شما. و همین جمان دو پرسش کوتاه دیگر در بابت همین بیماری دارم و بعدا با مشق روانی که در آخر برنامه برای نفرانی که به بیماری نوروز مبتلا هستند میگذاریم. خب همینجا یک پرسش کوتاه من این بود که آیا استفاده از حد زیادی تلفن و عموما تکنولوژی الکترونی بیشتر با چنین افراد برای بیمار شدن فرزندانشون با اون بیماری فشار بلندی کاسه‌خانه سر میتونه تاثیر بگذارد؟ و چیز دیگر، آیا یک نفر بعد از تولد شدنش میتواند به همین بیماری نیز گرفتار شود؟ میتواند چون که گفتیم که شرایط مشکلی خانواده، تربیت مشکل، شرایط مشکلی خانواده میتواند کودک را به نوروز گرفتار کند. و تلفن و تکنولوژی حاضر که استفاده میبرند کودکانی که بیمار هستند، کسانی که بیماری های نوروز آنها را زیان میرساند. آنها خودشان آمده شکایت میکنند که هنگام استفاده تلفن یا که از تکنولوژی ناراحت میشوند. همه نشان داده اون است که تاثیر خود را میرساند متاسفانه. و برای همین
کمتر استفاده بردن و از تلفن های صفتشان خوب استفاده بردن می تواند که تاثیر منفی تکنولوژی حاضر رو با خود آدمان صحت و با آدمان بیمار کمتر کنند. خب تشکر میکنیم از شما و چون که ما خوب رفتی برنامه شما تا اینجا گفتید که خوب بیماری توسط روانشفایی تبابت میشن و از این وسیله نیز بیماری هایشان نیز معین کرده میشد. خب میخواستم در من میبینم که تقریبا 8 دقیقه وقتی که داریم خب مشق روانی برای چنین افراد، این هم با آن خاطر که زمانی که شما شرح دادید به شکل کامل این بیماری رو گفتنی نیست، میکنم که خیلی قبیل مشکلات یکی نه یکی اش رو حتما که دارد. 100% همگی اهالی کره زمین کاملا سالم است. دیگر مشکل است که در اون 10% خیلی نفرانی خوشبخت دیگر داخل میشوند. درست است، چنین است، در اصل چنین است. و درست است که امروز ما چیزهای جبران کننده ای رو در جمعیت زیاد میبینیم که حالات سلامتی انسان رو میقپند. برای اینکه ما شب خود رو روشن کردیم، برای اینکه ما دورها رو نزدیک کردیم، برای اطلاعات رو دسترس کردیم، برای این ما بگیم که یک چیزی رو داده ایستادیم، این سلامتی است. ولی باز از طرف دیگر زندگی انسان به همه این تکنولوژی زیبا شد، آسان شد، که گواراتر شد. ولی به هر حال همه چیز طرفهای منفی و طرفهای مثبت خود را دارد و انسان چنین است. ما در اصل نمیدانیم که چی میکنیم، برای چه این کارها را کرده ایستادیم و چرا ما بیمار میشویم و چی هست حکمت آن، فلسفه آن. وظیفه ما آدمی که بیمار رو طبابت کردن است، آدمی صحت را از بیماری پیشگیری کردن است و به مردم اطلاعات خوب، معرفت خوبی طبی را روشن کردن است که و زندگی خود را خوبتر و نخستر کنند و در زندگی معنی یابند. یک چیزی که بسیار خوب قید کردید که حالت بیماری های فونکسیونالی ناراحتی کننده بدن را از آن جمله نیوروز و نیوراستنیا و نیوروز هیستریکی و فکرهای بیزار کننده و استنیزاسیون و دپرسیا و بسیار چیزهای دیگری که در همین سمت ها هستند، همشون یک چیز برای آنها لازم است. در مشق‌های روانی ما هستند. این زینه آرامی است. روز مراتبه در جای بشینند و خود را آرامی اقتدار است. بسیار را درک می‌کنند. ناراحتی ها برحد، دلگی ها شبه ها نیست میشن، فکرها درست میشن، باوری پیدا میشن. برای این مشق عادی است که ما هر روز این را میفرماییم. بشینند در یک جای خلوتی آرامانه و خود را در بین مینه سر قرار دهند و بیننده گرامی ما بداند که او خوش است و بدن خود را سر دهند. بینید شدتی که در بدن هست، این همون فکرها و همون احساسات های شما هستند که در داخل مینه سر هستند و به بدن ذریعت خود را میرسانند و موشک‌ها بیهوده کشش میخورند، قوه را صرف میکنند. میشود که فکرها را پس آن درست میکنند، مناسبت ها را هماند و دیدگی ها و گمان ها پیدا میشد. پس آرام شوید. آرامی از آن است که شما اول بدن خود را نرم سازید. نرم سازید انگشتان خود را، انگشتان دست چپ، انگشتان دست راست، دست چپ، دست راست. حس کنید که قوه زیادتی از آنها گرفته می شود. نرم سازید آرنج های دستتان را. نرمی
حتی که مردمی که نماز میخوانند بدانند که همین دو چیز، آرامی و نرمی بدن، رکنهای همون روش نماز هستند که فقط اهل تصوف درک دارد. آرام شوید، نرم کنید بازوها رو، مشکی سه سره، دو سره، چی از چپ چی از راست. نرم کنید کتفان رو سر دهید. همون دردی که در پشت سر بسیاری ها حس میکنند، شاخه گردن حس میکنند و سخنراز گردن گفته، این دور و دراز شدتناک بودن آن هم مشک های ولایت گردن هست. پس آنها را نرم سازید، قوه زیادتی از آنها بگیرید. نرم سازید زبان خود را، روی خود را، نرم سازید چشمان، گوشها، تا خوبتر ببینید که دنیا خیلی زیبا است و شما رنگ‌های آن را روشن خواهید دید. دنیا خیلی گوارا هست که صداهایی میشنوید که شما را فارغ. حتی آدمی که در اطراف شما گپ میزند صدای او به شما فارغ مینماید. بدن شما حس میکند که دنیا با او زید نیست. ما را از اول نادرست فهماندند، گفتند که دنیا رو با مبارزه میتوانی و دنیا بر تو زید است و دنیا این خیل میکند. نه، ما قسمی از دنیا هستیم. ما با خود مبارزه بردن نمیتوانیم، خود را نیست کردن نمیتوانیم. ما معلول میشویم، ما وحدت به محیط میکنیم. خود را محلول کنید در طبیعت. نرم سازید مشکای روی رو که تو دیرتر پیر شوید. نرم سازید پوست سر را تا مشکای ریشه های قوی شوند. شکم را نرم سازید، دل، ششها. نفس شما خود به خود چقر و بقاوت می شود. یکی خلطه ای هست که هر زمان هوا می خواهد و آن پر می شود و چون نفس می برارید بدن تازه شدن می گیرد. آهسته آهسته شما نرم می سازید میده، غدود زیری میده، همون سیتی که دکترها می گویند و شما بسیارتان تواوت می کنید سبب شدت آنها است. دیگر رو نرم سازید، روده ها و گرده ها، های جنسی. این حس می کنید که شما بدنی مانندی آهن داشته اید. اما سیاهی وزمینی رو زمین چپیده می گیرد و نوری عجیب از کیهان می گذارد و بدنی ما رو می شوید. بسیاری شما درک کردید، خودتون رو فهمیدید که می توانستید صحت باشید، می توانستید لذت حیات رو برید. خوشبختی در باطن است، آن را یابید. خوشبخت باشید. از این حالت سبک و روشن آدم گرفته، آرام و فهمیش و درک و بخشش و مهر و باوری که می توانم صحت باشم و خواهشی باز خوبتر و نخستر دانستن، فهمیدن، معرفت گرفتن، خدمت مردم کردن و شکر گذاشتن از امن و تنجی. چشمان خود را گشوده سبک میخیزید. تشکر میکنیم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خاطرسازی میشویم که برنامه گفتگوی ویژه بود تا اینجا با متخصص طب شرق و روانشفا دکتر کبیرزاده و مرتب برنامه امیرزاده در یا بیماری